ما در ماه مبارک رمضان دنبال چی کارهایی می باشیم؟ برای دوستای عزیز، قرار است بخیر ماه مبارک رمضان بیاید. اکثرا برنامه‌های ما دستگیری از فقرا می باشه. ابن عباس رضی الله عنهما میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کان اجود الناس، سخی ترین انسان ها پیغمبرمان بود و کان اجود ما یکون فی رمضان، در ماه مبارک رمضان سخاوتش اوج می گرفت. سبحان الله. میدونین یک خرما بر یک روزدار دادن به وقت افطاریش اجرش به اندازه خود روزدار هست. من فطر صائما فله مثل اجره. سبحان الله. تو میایی یک روزدار را افطاری میدی، الله به اندازه خود او روزدار برای تو اجر و ثواب میده بدون از اینکه ثواب از او کم بشه. اصحاب پرسان کردن، گفتن ما توانایی را نداریم که شکم یک گرسنه را سیر بکنیم و یک روزدار را کاملا سیر بسازیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگرچه یک جرعه آب باشه و یا اگرچه یک توتی خرما یک خرما باشه. پس دوستای عزیز، کلپایی که شما همش شما عزیزا دیدین و مشاهده کردین، سالهای در رمضانهای گذشته ما الحمدلله دستگیری با فقرا داشتیم. نفل ماه مبارک رمضان فرض دیگه ما محسوب میشه. یک عملی که انسان انجام میده 70 تا 700 برابر الله برش اجر میده. پس باید سخاوت شما عزیزا هم در ماه مبارک رمضان باید اوج بگیره و در این ماه مبارک رمضان باید دستگیری بیشتر داشته باشین، چون یکی از اهداف ماه مبارک رمضان دستگیری و انفاق در راه الله متعال هست. پس ناگفته نمانه، حتی می توانین زکات های خویش را پرداخت بکنین به فقرا و مساکین تا باشد که الله متعال برای شما اجری بیشتر بده. تا این ماه پرفضیلت و ماه پربرکت هست، اجر و پاداش الله متعال برای شما بیشتر بده. در این ماه مبارک رمضان فقرا را فراموش نکنین و با ما باشین، با ما در یک کاروان قدم بگذارین و کارهایی که ان شاء الله قرار است در رمضان که میآید ما داریم، ان شاء الله که شما هم باشین و از اجر و پاداش این ماه شما هم مستفید شوین. دوستای عزیز، شماره واتساپ زایل ما در خدمت شما هست. می توانین با آدرس ما از طریق ما دستگیری فقرا را انجام بدین. فقط ما پل ارتباطی میان فقرا و میان شما هستیم، از مردم برای مردم. السلام علیکم و رحمت الله.